سلام، من احسان پیربرناش هستم با قسمت جدید پادکست شماره 8 به همراه علی آقای کریمی و امشب در مورد بازی های لیگ نخبگان پرسپولیس و استقلال و یه سری موارد حواشی و اتفاقات دیگه با شما صحبت میکنیم. علی آقا درود بر شما. سلام احسان جان، ممنونم از این وقتی که به من دادی. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیزمون. امیدوارم که هر جا هستن ایام بکام باشه و همه چیز بر وفق مراد. در خدمتم احسان جان. قربونت برم علی آقا. علی آقا، بازی پرسپولیس استقلال رو، بازی پرسپولیس پاختاکور رو یعنی داشتیم و استقلال از صد قطر. بله. استقلال 2-1 بازی رو واگذار کرد، پرسپولیس هم متاسفانه 1-1 کرد با پاختاکور. بازی خوبی هم انجام نداد دیگه. فکر میکنم شما که حالا اون بازی دربی راضی نبودی، از این بازی که قطعا نباید راضی باشی احتمالاً. چی بگم والا. دیگه بازی فوتبال دیگه، آدم احتمال همه چیز رو باید بده. حالا یه روز یه تیمی هست خیلی عملکرد خیلی خوبی داره و یه روزی هم روزش نمیشه. اینا خب یه چیز طبیعیه، برای همه تیم‌ها هم احتمال داره اتفاق بیفته. ولی همیشه بحث رو با این صحبت شروع بکنم که همیشه بعد از دربی بعد منتظر یه اتفاقات خاصی باشیم. اینا حالا من حضور ذهن ندارم احسان جان که چند تا بازی دربی بعد از بازی دربی این تیما بازی آسیایی داشتن، یعنی مستقیم رفتن برای بازی آسیایی، باشگاه آسیا. نمیدونم، ولی خب حالا الان این اتفاقی که بعد از این دربی افتاد و حالا بازیش هم با نتیجه 2-1 به نفع تیم پرسپولیس تموم شد. همیشه این اولین بازی‌های بعد از دربی برای هوادارا خیلی مهمه، برای هوادارهای دوتا تیم. حالا چه اون تیمی که برنده بازی هستش، چه اون تیمی که بازنده هستش، چون بالاخره یه تیم میره توی باد برد دربی و یه اتفاقاتی احتمال داره بیفته. یه تیم هم برعکس از باخت دربی برای اینکه دوباره اون رویه خودش رو به دست بیاره، برای اینکه بتونه تو بازی بعد انجام بده، خیلی مهمه که همه این مسائل من به نظر من برمیگرده به کادر فنی تیم که چجوری از نظر ذهنی بازیکنانشون رو آماده بکنن بعد از دربی برای بازی بعدی که دارن. حالا از قضا این بازی این دفعه بعد از دربی خوردیم به بازی‌های لیگ نخبگان آسیا و خب فکر میکنم همون جوری که فکر میکردیم اون زاویه منفی یا اون قسمت خالی لیوان این اتفاق افتاد و برعکس هفته اول لیگ نخبگان دیدیم که جفت تیم‌ها نتونستن اون نتیجه‌ای که بالاخره دنبالش هستن و هوادارا از تیمشون انتظار دارن رقم بخوره. حالا ما اولش درباره پرسپولیس صحبت بکنم. با اینکه توی هفته اول لیگ نخبگان تیم پرسپولیس با اینکه بازنده بازی بود، ولی طبق حالا اون اتفاقات و اون ریاکشن همه هوادارا همه راضی بودن به خاطر نوع بازی که با تیم العلی عربستان تو عربستان انجام داد و واقعا همه خرسند بودن، راضی بودن، جدا از نتیجه که باخت پرسپولیس رو به همراه داشت. ولی خب همه راضی بودن و خیلی هم تعریف و تمجید و حالا بازی دربی هم که اون اتفاقات افتاد و حالا بازی امروز هم که دیدیم، بازی که من دیدم بازم موقعیت های آنچنانی ما ندیدیم. ما هر کی من که بازی رو داشتم میدیدم اون گل همون ثانیه‌های اول آدم انتظار داشت یا برای من یا برای تمام طرفدارای بله. تیم یه خبر از یه بازی پرگل به نفع تیم رو به ارمغان آورده بود. ولی خب دیدیم که در ادامه حالا شرایط جوی هوا هم دیدیم، بارندگی شدید، حالا زمین اونجا که شوره خاصه هم دیگه الان تمام آسیا از کیفیت اون زمین در جریان هم به خاطر اون اتفاقاتی که برای بازی با استقلال و القرافه افتاد. برای همین همه این چیزا دست به دست هم داد، ولی در مجموع عملکرد پرسپولیس با توجه به با بازی هفته اول نخبگان دارم آنالیز میکنم، نه بازی دربی. با توجه به انتظار هوادارا بیشتر بود، ولی خب دیدیم در
ادامه این بازی رو مساوی کردن و 2 امتیاز شیرین بازی خانگی رو از دست دادن. ولی خب هنوز این مسابقات ادامه داره و فکر میکنم حالا بازیکنان بعد ریکاوری خوبی داشته باشن و خودشون رو برای بازی‌های بعدی آماده بکنن تا بتونن اون نتایج و امتیازاتی که نیاز دارن رو به دست بیارن. احسان جان، علی آقا، من در مورد، حالا چون خودتون هافک بازی کردید سالها، من یه سوال بپرسم در مورد بازیکنهای پرسپولیس. ببین توی بحث دفاعی بازیکن پرسپولیس خوب عمل میکنن، هافکا میان کمک میکنن، دفاعی خوبی داره، دفاع وسطای خوبی داریم کنارها، همینطور میلاد محمدی خوب جواب داده، راست حالا چه تو واسه دربی فرشاد فرجی، چه عمود بازیکنهای خوبی داره و هافکام کمک میکنه. ریگی خیلی فعال کار میکنه و حالا بچه های دیگه هم که باشن، چه سروش باشه چه هر کسی، کمک میکنن. یه مشکلی که فقط دارن این هافکای ما تو انتقال توپ به خط حمله است، یعنی اونقدری که خوب توی بحث دفاعی کار میکنن توپ به مهاجم نمیرسونن که حالا موقعیت های خوبه، حالا شاید توی بازیکن بیاد عقب مثل علیپور توپ بگیره و بره یا بازیکن دیگه، ولی اونقدری که انتظار میره در حد اسم هستش توپ نمیرسونن به مهاجم. این کجای کار میبینید ایراد رو؟ یعنی مشکل از مربیه که این رو نتونسته جا بندازه یا ذاتیه بخشش؟ ببین خب طبیعتا میگم برای یه بازی فوتبال همیشه صحبت میکنی درباره این صحبت میکنی که یه ابزارهایی نیاز تو هر پستی. حالا همونجوری که گفتی، حالا دفاع چیز عملکرد خوبی داشته توی حالا این چند سال گذشته، حالا ما پارسال هم که بگیم حالا تیم قهرمان شده عملکرد خوبی داشته. ما مثلا میبینیم دفاعهای گلزنی هم داریم خیلی تاثیرگذار بودن توی حمله گلزنی، حالا خیلیاش بماند که خیلیاش پنالتی بوده ولی در مجموع. ولی یه چیزی که الان گفتین، اگه قرار باشه یه بازیکن فوروارد مثالی که شما زدید مثلا علیپور برگرده و بخواد توی امر بازی سازی حالا توپگیری یا گردش توپ کمک بکنه، خب طبیعتا از دروازه دور میشه احسان جان. خب و باید برای اینکه بعد از در یه فعل و انفعالات توپ دادن و توپ گرفتن برگرده خودشو برسونه به 18 قدم، خب باید انرژی بیشتری مصرف کنه اینا. ولی من بابت این مسئله‌ای که تو گفتی، من احساس میکنم که یه بازیکنی ما توی صورت پلی میکر برای یا حالا اصطلاحاً توی بازیکن پلی میکر رو همیشه میگن شماره 10. خب چنین چیزی رو ما توی باشگاه پرسپولیس، تیم پرسپولیس کم داریم و با توجه به این بازیکنایی که الان دارن، من فکر میکنم یه کسی مثل سلمانی میتونه این برداشت منو بالاخره کادر فنی تیمن و بازیکن‌ها رو زیر نظر دارن، هر روز میبینن تو تمرین اینا رو زیر نظر دارن و کیفیتشون و میزان و آمادگیشون رو بهتر میدونن. ولی من با توجه به شناخت قبلی که از بازیکنایی که الان هستش، یکی سلمانی رو میدونم که چنین کیفیتی رو داره، چون توی سپاهان هم بودش، توی چنین پوزیشنی بازی میکرد، هافک نفوذی، بازی ساز یا همون پلی میکری که بهش میگن، و فکر میکنم میتونه اونجا به کمک تیم بیاد برای این مشکلی که الان میبینیم که اون انتقال توپ از دفاع به حمله است، که اون وسط درسته. قرار بگیره و بتونه توپا رو به بازیکنهای حمله برسونه. و از نظر کسی دیگه هم که میدونم، ولی متاسفانه توی چند هفته های اخیر، هم توی سال گذشته چه امسال، ولی بیشتر دیگه الان داره بیشتر اون وظیفه دفاعی رو داره انجام میده. سروش رفیعی بازیکنی بودش که قبلا پستش چنین پستی بودش، یعنی یه بازیکن بازی ساز بود، ولی خب کم رفته که گذشتیم از دوران بازیگریش، کم کم حالا اومده. الان میبینیم که ما وقتی تیم پرسپولیس امروز تو بازی امروزش وقتی با 3 تا هافک یه جورایی هافک دفاعی بازی کرد دیگه، چون میگم من از نظر من برداشت من با توجه به عملکرد سروش رفیعی تو چند تا بازی‌های گذشته، میگم چه فصل گذشته چه این فصل دیگه، به چش یه دونه هافک دفاعی میبینم ایشونو. برای همینم امروزم وقتی شروع بازی بود با خداوندلو، ریگی و این شروع شد، این که میگم منظورم سروش رفیعیه،
شروع شد. برای همین خب میگم حالا اون مشکل شاید بیشتر به چشم اومد و میبینیم که ما موقعیت‌های آنچنانی که حالا توی نرمال توی فوتبال بتونیم با بازی‌های کوتاه تک ضرب نمیدونم با 1-2 حالا و با پاس‌های بلند پشت دفاع میبینیم که ما الان متاسفانه تو تیم پرسپولیس رو دارم میگم، متاسفانه ما شاید این پاسا نیستیم که بازیکن فورواردمون استارت بزنه پشت دفاع و توپا رو بگیره تا بتونه یه شرایط تک به تک با گله رو رقم بزنه برای تیم. حالا خب در نهایت هم باید از تبحر و تجربه و اون خلاقیت خودش استفاده کنه تا به گل برسه. ولی من فکر میکنم در مجموع که بخوام بحث این بازی سازی و انتقال توپ از دفاع به حمله رو بگیم، من فکر میکنم ما تیم پرسپولیس یه بازیکن خلاق و بازیساز کم داره و توی این بازیکنایی که توی این شرایط و توی این زمانی هستیم که خب طبیعتا بازیکن جدیدی هم نمیتونه به تیم یعنی منتقل شه، قرارداد ببنده، اضافه بشه، فکر میکنم سلمانی میتونه این کار رو انجام بده. ولی من یه تعجبی هم دارم بابت اون ارنج تیم. وقتی میبینیم تیم پاختاکور یه تیم قدرتی ازبکستان، خب سبکش به خاطر اینکه با اون فضای نمیدونم شوروی و حالا روسیه و اینجور چیزا بودش، همیشه سبک بازیاشون یه بازیای قدرتی انجام میدن. به نظر من میتونست یه ذره ارنج رو، چون ما این توانایی رو تیم پرسپولیس این توانایی رو داشت، بازیکنان الان مثلا آزادی رو داره، سلمانی رو داره، چون از نظر قدرت و بدنی و قد و قواره میتونستن با اینا رقابت بکنن و من فکر کنم میتونست ارنج بهتری رو انجام بده. ولی میگم در نهایت ما این نظرهایی که من خودمون میگم دارم میدم و خب کادر فنی با تیم زندگی میکنه، بالاخره هر روز سر تمرین هستم و شرایط بازیکن‌ها رو بهتر میدونم. ولی یه چیزی که دیگه ای هم که باید بگم در این قضیه و این بحث قسمت پرسپولیس رو ببندم، احسان جان ببین شما الان داریم ما هر 3 روز 4 روز بازی‌ها فشرده است و یه تیمی مثل پرسپولیس که این بازیکن‌ها رو داره، به نظر من باید از بازیکناش استفاده بکنه. این نباشه که بگن آقا نه تغییر آنچنانی نباید باشه، تیم باید با هم مچ باشه و نمیدونم اینجور چیزا. من چنین چیزی رو قبول ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تیم پرسپولیس، بازیکنایی که تو تیمای پرسپولیس استقلال هستن، سپاهان هستن، همه بازیکنایی هستن. احسان جان حالا تراکتور سازی هم بازیکنای خوبی داره نسبت به بقیه باشگاه. خب این 4 تا تیم خب تواناییشون به خاطر شرایط مالی خب بازیکنای بهتری رو به خدمت میگیرن هر سال، درسته؟ ولی بعضی که تمام لیگای دیگه تیمای لیگ همه آرزوی اینا دارن که اون بازیکنایی که توی این تیما روی نیمکت میشینن رو آقا در اختیار بگیرن، ازشون استفاده بکنن. بس من به نظرم وقتی به یه زمانی میرسه یه مربی که بازی‌ها فشرده میشه و رفته رفته که جلوتر هم بریم فشرده تر هم خواهد شد، به خاطر اینکه هم بازی جام باشگاه‌های آسیا هستش، نخبگان هست، بازی‌های فیفا دی هست، مقدماتی جام جهانی هستش، اینا بالاخره یه چالش جدیدی رو برای باشگاه رقم میزنه که با فاصله میانگین فاصله‌های 3 روز 4 روز با هم بازی بکنن. بس من پیشنهادم اینه که کادر فنی پرسپولیس باید همه بازیکناشون رو تو شرایط مسابقه داشته باشه. من یه مثالی بزنم و این بحث رو ببندم. من یادم وقتی که بایر مونیخ بودم احسان جان، یه چیزی که برام خیلی جالب بود که خب خیلی توی ایران شاید با این هم نظر نباشن و مخالف چنین عملکرد و چنین سیستمی باشن، ولی من قشنگ یادمه چون 3 روز هم اونجا بازی میکردیم، حالا لیگ بازی میکردیم 3 روز 4 روز بازی میکردیم و بعد چمپیونز لیگ بازی میکردیم، مینیمم ما 3 تا تغییر تو هر بازی داشتیم. مثلا یه سری بازیکن‌ها بودن که توی لیگ بازی میکردن، بازی بعد که تو چمپیونز لیگ بود یه دفعه 3 تا 4 تا تغییر، میگم مینیمم 3 تا تغییر رو ما داشتیم. برای همین بودش که همه بازیکن‌ها تو شرایط مسابقه بودن، در صورتی که من با توجه به قبل از اتفاقاتی که قبل از دربی افتاد یه بازیکنایی مثل سلمانی و صادقی، سعید صادقی از لیست خارج میشن، چنین چیزی رو توی اون ذهنیت و اون طرز تفکر کادر پرسپولیس
نمیبینم، شاید به خاطر اینکه حالا تازه اومده، هنوز در جریان قرار نگرفته، آشنا نشده، ولی در ادامه به نظر من اگه چنین کاری رو نکنه مطمئنا در ادامه تیم پرسپولیس ضرر خواهد کرد و مطمئنا با آسیب دیدگی های زیادی روبرو خواهیم شد و خب این طبیعتا باعث میشه که اون بازیکن‌ها از دست برن و یه بازیکنای دیگه که توانایی هم دارن، کیفیت هم دارن، به خاطر اینکه تو شرایط مسابقه نیستن احسان جان، طبیعتا نمیتونن اون عمل کردی که به نفع تیم مثبت باشه رو تا 3-4 تا بازی که انجام بدن برای تیم انجام بدن و امیدوارم که این طرز تفکر یه تغییراتی صورت اصلاح بگیره بشه. و انشالله باعث موفقیت تیم بشه. احسان جان مرسی علی آقا. من بخوام حالا یک دو تا نکته بگم درباره همین مباحثی که تا اینجا مطرح شد. ببین مثلا حالا من نمیخوام بگم علی کریمی یه بازیکنی حتی مثلا در سطح چه میدونم قاسم عدادی فر من تو ذهنم الان، محسن مسلمان تو ذهنمه، بازیکنایی که حالا بازی سازی میکردن، بخوام بگم تاپ مسعود لول، شجاعی ولی هم بودش. مسعود شجاعی، بله دوران اوج مسعود شجاعی، آندرانیک تیموریان مثلا باز این کار رو خیلی خوب انجام میداد، از عقب توپ میگرفت و میرفت جلو. بازیکن زیاد میتونم بگم که حتی هافک دفاعی بودن ولی توی به اصطلاح رسوندن توپ به خط حمله خیلی خوب عمل میکردن و خیلی وقتا گاهن خودشون هم بازیکن شوتزن. محرم نویدکیا، مشتبه نوید کیا که جوادی. اصلا محرم نوید کیا که واقعا بی‌نظیر بود تو این زمینه، بازم خیلی فوق‌العاده بود. دقیقا یک همچین سبک بازیکنای خیلی وقت انگار من نمیبینم، نه فقط تو پرسپولیس، تو فوتبال ایران انگار خیلی یه دفعه کم شده. یه دوره همه این اسامی که ما داریم میگیم با هم داشتن بازی میکردن ولی الان متاسفانه انگار خالی شده، حداقل تو این بحث. ممکن آره توی بخش دیگه بهتر شده باشه و یه سری بازیکنامون هم خب توی لیگ های دیگه دارن بازی میکنن متاسفانه با کمترین شاید درخششی سر از لیگای تعطیل شده روسیه در میارن یا نمیدونم حالا خب بعضا هم میرن توی کشورهایی که مثلا بخوام پول در بیارن. من همین الان بخوام باز نمونم بگم زیاده بازیکنایی که رفتن تو لیگایی که لیگای درجه 2 3 که اونجا رو نیمکت میشینن ولی حاضر نیستن بیان. حالا اینا هم خودش یه برنامه میطلبه که بشینیم صحبت کنیم که آقا خب اگر قراره مثلا تو فلان لیگ درجه 2 3 رو نیمکت بشینی چرا نمیای مثلا جایی که هم میدونی پول بدون مالیات میگیری، هم میتونی بازی کنی و همین که تو دید باشی. یه مقدارش فکر می‌کنم باید شرایط خود در شرایط خود کشور فکر می‌کنم باشه. درست علی آقا؟ بله خب ببین شما الان یک کدومی که الان به خاطر اون شرایط اقتصادی کشور که هستش، طرف هر کشور غیر از ایران بره درآمد به صورت دلاری، حالا دلار، یورو، نمیدونم بله ترکیه، نمیدونم درهم فلان، هر چی، فرق بله نمیکنه. خب براش خیلی بیشتر منفعت داره، سود داره اینا. و یه دلیل دیگه از این بابت من حدس میزنم برای اینکه طرف یه سریا از اینا میرن، فقط خیلی از اینا هم که دیدیم یا 6 ماهه یا یه ساله برگشتن احسان جان. خب حالا یه سریاشون هم موندن، مثلا نمیدونم احسان آشصفی، نمیدونم کریم انصاری فراری، یه سریان بودن که موندگار بودن. اینا کمی که همین ما تا هستم شده سر قضیه قلی زاده هم بله قرار بود هنوز هم صحبتش هستش و از این جور داستانا. ببین یه سری از اینا خب به این میرن، یه سری هم میدونین جریان چیه، یه سری مدیر برنامه هاشون هم میگن که آقا بیا یه فصل برو خارج، تو هر باشگاهی میخوای باش، بعدش که برمیگردی با قیمت خیلی بالاتر میتونن بله توی باشگاهی ایرانی قرارداد ببندن. اینم میتونه یکی از دلایلش بله باشه. ولی در علی آقا مورد اون قسمت، اون یکی قسمت اون اسامی که ما بردیم که خب یه زمانی واسه خودشون هر کدومشون بازیکنهای خلاق و بازی سازی بودن و واقعا حالا همه اینایی هم که نام بردیم حالا هر جا هستن خوب و خوش و سلامت باشن. میخوام اینو بگم بله که ما برنامه ریزی برای استعدادیابی، حالا قبلا درباره‌اش صحبت کردیم ولی همونجوری که گفتی یه برنامه کامل میتونیم درباره این صحبت کنیم که چرا
به این روز رسیدیم. دنبال دیگه باشگاه دنبال بازیکن سازی نیستن، اینا دنبال سرمایه گذاری رو تیمای پایه نیستن، دنبال این نیستن که بتونن استعدادهای خوبی رو پیدا بکنن، روش سرمایه گذاری بکنن، ازشون استفاده بکنن، در نهایت هم بتونن ازش درآمد خیلی خوبی داشته باشن. و اون اتفاقاتی که میبینیم توی تیمای پایه میفته و تمام این قضیه، من واقعا نگران نسل بعدی فوتبال هستم. حالا قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم، مخصوصا تیم ملی که الان می‌بینیم یکی از دلایلی که هنوز ما بعد از تقریبا بخوایم حساب کنیم، تقریبا بعد از یه دهه هنوز مربیایی که عوض شدن به اون سمت نرفتن که بتونن اون نسل رو عوض بکنن. یکی از دلایلش همین کیفیت بازیکنایی هستش که هنوز بازیکنایی نیومدن خودشونو نشون بدن، خودشونو به عنوان یه ستاره، خودشونو به عنوان اینکه میتونن خودشون رو تبدیل بکنن به سوپر استارای فوتبال این مملکت و بیشترین پیشرفت رو داشته باشن، حالا چه تو عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی، حالا لژیونر هم بشن. به خاطر این دارم میگم و متاسفانه این قضیه هست و ما هرچی دربارش میگیم کسی گوش علی آقا، شنوایی همینو من میخوام نیستش. اینجا یه نکته رو مطرح کنم با شما، همین یعنی اینکه نیستن این بازیکن‌ها، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم، یعنی هستن بازیکن‌های حتی معدود که انتظار داشته باشیم به تیم ملی دعوت شن، یک نسلی عوض بشه و دعوت نمیشن، یا واقعا یه کمبودی احساس میشه؟ من در تکمیل این حرفم یه نکته دیگه هم بخوام بگم، اینه که شما الان مثلا کار پایه‌ای نمیشه، من فکر میکنم واقعا هیچ وقت نمیشد. یعنی اگر علی کریمی اومد، خودجوش اومد، اگه بازیکنهای دیگه اومدن تو فوتبال ما خودشون ساخته شدن، یعنی هیچ کس یک ساماندهی نبوده که این بازیکنها بیان، یعنی محرم نوید کیا بیاد بیرون یا نمیدونم فلان بیاد، همه انگار خودجوش اومدن، چون بر اساس برنامه‌ریزی هیچ وقت تو مملکت یه اتفاقی نیفتاد مگر در جهت تخریب. یعنی الان در جهت تخریب یک جوری منسجم و خوب عمل میکنن که احساس میکنی یه برنامه‌ای پشتشه، ولی در جهت سازندگی من یادم نمیاد که مثلا بخصوص برای شماها، اون نسل شما، کاری انجام شده باشه. و حالا با توجه همه این توصیفات، غیر از کاری که جدیدن مهدی مهدوی کیا مثلا با آکادمی کیا داره انجام میده، اومده توی با یک استانداردی داره کاری انجام میده و خیلی خب تعداد این آکادمیایی که شما تو میدونید تو آلمان تو هر محله یه دونه هست، مثلا تو کل ایران فقط شاید یه آکادمی کیا باشه. چطور میبینی آینده رو؟ مثلا آیا هستن الان کسی گزینه هایی که دعوت نمیشن؟ من به نظر من نیستن. ببین نها کن احسان جان، ما چیزی که داریم دنبال میکنیم واقعا سوپر استاری نمیبینیم. شاید یه سری بازیکن ها هستن میان چند تا بازی خوب کار میکنن، بعدش هم یه قرارداد خوب، ولی بعدش میبینیم که آقا وقتی قرارداد خوبم میرسن یه دفعه خیلی هاشون شاید به بازیکن های ذخیره اون تیم تبدیل میشن. اینا خب نیستن. به خاطر چی نیستن؟ به خاطر اینکه ما شاید 3 تا 4 تا تیم باشن که از نظر مالی توانایی رو داشته باشن که اون بازیکن ها رو از اون باشگاه قبلی خودشون بخرن، درسته؟ ولی ما مثلا میریم تو لیگ برترمون، خب نزدیک مثلا 10-12 تا تیم هستن که شرایط مالی خوبی ندارن احسان جان، و اگه باشن میرن سراغ چنین بازیکنایی. کما که من مثلا یه چیزایی دیدم، مثلا بازی، اشتباه نکنم بازی قبل از دربی بازی پرسپولیس و آلومینیوم عراق بودش، توی حالا البته توی چیز بودش، توی مثلا اون 10 دقیقه رو به آخر بازی دیدم که مثلا مجتبی حسینی فکر کنم یه 2-3 تا بازیکن جوون و طبق چیزی که گزارشگر بازی داشت میگفت بازیکن جوون بودن که آوردن، حالا نمیدونم برای تیم‌های پایه‌شون بودن یا از جای دیگه، ولی خب مثلا میگم اگه باشن مربیایی هم هستن به خاطر مشکلات مالی باشگاه مجبورن برن این شانس رو به یه بازیکنای خوب بدن دیگه. حالا اون چی میگن، اون بوی اون میدان که اونا خودشونو نشون بدن و بتونن از اون فرصت استفاده بکنن. ولی که برگردیم به اون قسمت، اسم مهدی رو آوردی، یادی کردم مهدی مهدوی کیا، انشالله هر جا هستن، حالا یه کار جدیدی هم تو امارات شروع کردن به عنوان سرمربی، براشون آرزوی موفقیت دارم. آرزو موفقیت داریم. ببینید مهدی مهدوی کیا کسی بود که عجیب خودش هزینه کرده، یعنی حداقل من
خب بالاخره باش در ارتباط بودم. برای 3-4 سال اول همش عجیب خودش هزینه کرد. بعد از سالی که مثلا یه چند تا اسپانسر درست شد، یه چند تا اسپانسر پیدا شد که مهدی رو کمک کردن و این اتفاق افتاد و هنوزم که می‌بینیم. حالا الان تیمداری هم داره میکنه تو رده‌های مختلف، تیمداری داره تو لیگ برتر، تو تیم بله. دسته لیگ زیرگروه، لیگ نمیدونم استانی، اینجور چیزا هم تیم داره. خب این به کنار، ولی بله. در بحث اون قضیه که گفتین توی آلمان، ببینید اصلا آلمان نیاز به آکادمی نیست احسان جان، چون تمام تیمای باشگاهیشون وظیفه‌شونه جزء قوانینشونه که اون تیمای پایه رو باید داشته باشن. شما تیمی، من چنین چیزی رو ندیدم، حالا تو اونجا چون ساکنی، حالا شاید الان من، ولی زمان ما ببین تمام تیما باید تیمای پایه‌شون رو همینجوری به ترتیب داشته باشن احسان جان. غیر بله، از اون 100%. قضیه خیلی از تیمای بزرگ مثل بایر مونیخ، رئال مادرید، منچستر یونایتد، نمیدونم، خیلی مطمئنا خیلی منچستر سیتی، خیلی تیمای بزرگ، مخصوصا اون تیمایی که توان مالی خوبی دارن، غیر از اون کمیته استعدادیابی که تو خودشون دارن، تو کشور خودشون دارن احسان جان، خارج از اون کشورم دارن. شما ببینید الان این بازیکنای رئال مادرید، این بازیکن، من اسمش حالا میگم چون یه ذره حافظم برای اسما ضعیفه، همین بازیکنای برزیلی که 17-18 ساله‌ای که آوردن، بله. بله، همینا رو به چجوری فکر میکنی پیدا کردن؟ همون اون کادر استعدادیابی خارج از اسپانیا میرن تو کشورهایی که صاحب سبکن، صاحب فوتبال هستن، میرن تو تیمای پایه‌شون، تو تیمای باشگاهیشون. آقا این بازیکن‌ها رو پیدا میکنن، بلافاصله وقتی اون بازیکن تایید میشه از طریق باشگاه، آقا با باشگاهشون وارد مذاکره میشن، باشون قرارداد میبندن. قبلا که دیدیم که مثلا شما روبینیو رو یادتون بیاد، خود نیمار رو یادتون بیاد، چجوری معرفی شد به فوتبال. خب همینجوری اون کمیته استعدادیابی خارج از اون کشور رفتن. حالا نیمار رو رئال مادرید گرفت، نیمار رو بارسلونا گرفت، روبینیو رو رئال مادرید گرفت. اینه داستان. حالا ما الان تازه درباره ابرستاره هاشون داریم صحبت میکنیم، یعنی بازیکن‌های میکنیم. دیگه که تو تیم‌های دیگه دارن بازی میکنن بماند که مثلا حالا چه اسامی دیگه‌ای حالا توی لیگ‌های دیگه، لیگ برتر انگلیس دارن بازی میکنن، فقط درباره ستاره‌های خیلی نامدارشون داریم صحبت میکنیم. مهم داریم صحبت میکنیم. بله. بله. توی فوتبال ایران هم یه دوره‌ای دو سه تا باشگاه این کارو شروع کردن، از خود ذوب‌آهن، سپاهان و فولاد خوزستان، که خیلی به صورت حرفه‌ای این کارو انجام میدادن تا رسیدن به اینجایی که سه تا از بچه‌های سرداران سپاه سالها، چند سالی تو این تیم هستن و هر مربی رفت نتونست اسم اینا رو از لیست در بیاره. یعنی اونجام که نمیخوایم سیاسی صحبت کنیم، میگم اجازه نمیدن، باز هم پای اون افراد وسط هستش و به زور، یعنی زور یک مربی قاعدتا نمیرسه که بخواد، مگر اینکه چه میدونم خیلی خود مربی سر نترسی داشته باشه که بخواد با اونا وارد جنگ و دعوا بشه. اصلا نیازی به اون نیستش. ببین احسان جان، بحث سیاسی که میگی، ما الان متاسفانه یه جوری شده تمام کارهای روزمرهمون، تمام حتی اون خورد و خوراکمون، نمیدونم اون کاری رو که باید انجام دادیم به مسائل سیاسی الان مربوطه. اصلا کسی نمیتونه. ببین شما الان ببینید یه جایی شهرهایی ما مثلا فیلماش در میاد، طرف آب شیر رو وا میکنه، آب اصلا گلالوده. خب این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به مسائل مدیریتی. میری میبینی یه سرداری، یه سرهنگی، یه سرتیبی، یا نمیدونم داماد یه کسی، نمیدونم برادرزاده یه کسی از همین کله گنده های رژیم، آقا داره اون قسمت رو مدیریت میکنه. بس اصلا این چیزی که اصلا یه سری الان میان میگن ما سیاسی نیستیم، ببخشید حرف مفت دارن میزنن. اوضاع احوالشون خیلی خوبه که دارن چنین حرفی رو میزنن. اونا آدمایی هستن که اگه آب شیرشون هم گلالود باشه، میرن آقا بسته باکس آب معدنی میگیرن، برای کارهای شستشو هم از آب معدنی استفاده میکنن. برای همین میان چنین حرفایی رو میزنن. مطمئن باش اون طرفی که چنین حرفی رو میزنه، اگه مثل اکثریت مردم ما که زیر مشکلات عدیده هستن، دارن روز و شب دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، شب و صبح میکنن، صبح و شب میکنن،
مطمئن باشید همون آدم هم دیگه چنین حرفی رو نمیزنه. خب ولی در بعض اون آکادمی یه سری از باشگاه‌ها که نام برده، ذوبان و سپاهان و اینا هم بعد میگرده جدیدن چنین اتفاقی نیفتاده. شما الان خودتون مثلا توی 1-2-3 سال اخیر شما بازیکنی رو میبینین که مثلا آقا تیمای پایه فولاد اضافه شده باشه به بزرگسالا، بعد نه بتونه نه شاید باشن، ولی مهم اینه که یه کسی بیاد آقا بتونه خودش رو ثابت بکنه تو تیم، تبدیل بشه به بازیکن کلیدی تیم، تبدیل بشه مثلا به بازیکن کلیدی تیم ملی. این میشه استعدادیابی. اتفاقی که برای کی افتاد الان توی اسپانیا، یه کسی مثل یامال افتاد، درسته؟ با 17 سال سن قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. خب دارم مثال میزنیم ما. برای همین میخوام اینو بگم، حرفو جمع بکنیم توی این قسمت. برای این دارم میگم اون زمانی که اونده یه مدیرایی بودن که خب بالاخره یه توانایی توی عرصه مدیریتی داشتن، ولی همه اونا الان میبینید کنارن، یا اگه هم کنار نرفته باشن یا کنارشون زدن، یا اون کسایی هم که الان هستن وارد یه بازی‌های، یه چرخه‌های فساد این سیستم شدن که دیگه اصلا دنبال استعدادیابی و آکادمی فوتبال و نمیدونم استعدادیابی نمیرن. احسان جان تمام. درسته. مرسی علی آقا. من در مورد اون مسئله که داشتیم صحبت میکردیم در بازی کردن بازیکن‌ها توی خارج از فوتبال ایران، یه نکته دیگه که به گوش خودم خورد و فکر میکنم مسئله مهمی هم است برای خانواده ها، اینه که خب با توجه به شرایط داخل کشور یه سری از خانواده های این بازیکن ها حتی تمایل به این ندارن که برگردن و ترجیح میدن که حالا بچه ای اگه دارن توی یک محیط دیگه، حتی اگه به قیمت نیمکت نشینی و نابودی فوتبال اون بازیکن تمام بشه، خانواده ها تمایل دارن که میگم بیشتر تو خارج از کشور زندگی کنن. اینم یکی دیگه از مواردی بود که من زیاد میشینم گفتم مطرح کنم. علی آقا بازی پرسپولیس و پاختاکور درش صحبت کردیم، حالا به یک مواردی هم رسیدیم که پرداختیم که فکر میکنم مورد توجه باید قرار بگیره در مورد حالا بازی سازی و کی باید این کار رو انجام بده، خود باشگاه ها چقدر وظیفه دارن. من میگم خیلی دوست دارم، حالا الان میخوام چون درباره استقلال صحبت کنیم بدونم مثلا آخرین بازیکنهایی که از خود تیمای پایه استقلال پرسپولیس اومدن و درخشیدن تو این تیم‌ها کی بوده. به شدت معدود انگشت شمارن، شاید هر دهه مثلا یکی دوتا بازیکن هم نباشن که به این شکل معرفی میشن و این خودش نشون میده که اونجاها چه مسائلی هست که باید مورد پیگیری قرار بگیره. میگم هر کدوم از اینا خودش برنامه جداگونه میطلبه که آدم بیاد بگه که چیزایی که به چشم دیده رو بگه، که بازیکن با استعدادی که مثلا از شمال کشور میومد توی ماشین پدرش تو ورزشگاه مرغوب کار میخوابید تو تاکسی پدرش تا صبح بتونه اونجا تمرین کنه، با چه توانایی فنی از اون باشگاه خط میخورد، از مثلا حالا باشگاه نوجوانان استقلال، جوانان استقلال و بازیکنهای دیگه به چه شیوه های دیگه با چه مبالغی جایگزین اینا میشن. امثال یک سری آدم هایی که با لباس شخصی میومدن، انقدر پول هزینه کرده بودن که با خیال راحت وسط تمرین این تیم های پایه میومدن و رد میشدن و سرمربی تیم، مدیرای اون رده های سنی جرئت نداشتن به اینا بگن که بالا چشمتون مثلا ابروه. و حتی بچه های اونها، خیلی زشته علی آقا، بچه های اونها برای باشگاهی مثل استقلال، پسرش که حالا خود برنامه 90 هم یه دوره دربارش صحبت کرد، قبلش ما توی رسانه ها نوشته بودیم در موردش، آقای جباری نامی که پسرش توی همون تیم بازی میکرد تو رده های پایه و حتی شماره پیراهن بازیکن های دیگر رو هم این بازیکن تعیین میکرد، که یه بازیکن به شدت معمولی که فکر کنم مثل اون بازیکن ما چند میلیون بازیکن داریم تو ایران و تا نفت تهران هم پیش رفت و خب از اونجا کلا دیگه پروندهش تموم شد تا جایی که من میدونم. و حالا با همین مقدمه بریم سراغ استقلال. با این مقدمه که گفتم و خیلی مفصل‌تر در موردش صحبت میکنیم. بازی استقلال اسد رو هم نمیدونم چقدر دیدید، ولی نکته این بازی به نوعی میتونه بازی خداویسی به قول معروف شام آخر جواد نکونام باشه، چون قبل از این بازی استعفا داده بود. بهش گفتن خب این بازی ما نمیتونیم به این سرعت مربی پیدا کنیم و تو این بازی رو با ما باش. کیفیت فنی بازی استقلال هم فکر نمی‌کنم علی آقا چنگی به دل زده باشه. نه والا با توجه به
بحث اولم شروع صحبتام که گفتم همیشه بعد از دربی، خب شرایط به مراتب فکر میکنم برای استقلال چون بازنده دربی بود خیلی سختتر از پرسپولیس بود. برای همین، برای اینکه روی روانی بازیکن‌ها دوباره خودشون رو آماده بکنن، حالا اون حرف و حدیثا و استعفای جواد که بعد از بازی تقدیم باشگاه کرده، حالا نمیدونم صحت داشت یا نداشت، حالا کاری ندارم، اینا خب بالاخره استعفای مربی بعد از بازی خودش یه فشار دیگه ای به بازیکن‌ها تحمیل میکرد نظر روی روانی توی بعد از باخت. و میگم واقعا به مراتب شرایط استقلال خیلی سخت‌تر بود ولی خب با توجه به هفته اول بازی که تیم استقلال برده بود، شاید خیلی ها مثلا انتظار هواداره استقلال یا حال تمام فوتبال، میگم چون الان بحث نخبگان آسیاس، بازی آسیایی، بالاخره همه فوتبالیستا دنبال میکنن این بازی ها رو. برای همین ولی دیدیم در ادامه اونجوری که باید و شاید همه چیز پیش نرفت و حالا در نهایت هم استقلال باختش. و میگم باید منتظر باشیم، منتظر بشینیم ببینیم چه خبرایی، چون ما بلافاصله بعد از بازی هم اومدیم برنامه رو پای برنامه نمیدونیم حالا خبرهای جواد جدیدی تا نکونام استعفا داده تو نشست خبری، من دارم خبر رو چک میکنم. جواد نکونام استعفا داده و بعد از گفته این که بازی. بله، بعد از بازی تو نشست خبری استعفا داد مجددا. گفت شرایط همون چیزیه که من بعد از دربی گفتم. اگر هم این بازی استقلال رو همراهی کردم به خاطر این بود که وظیفه‌م بود تا آخرین لحظه کنار استقلال باشم و به اصطلاح حالا حرفای دیگه ای که همیشه زده میشه. ولی از یک منظر فکر میکنم باز کار جواد نکونام این که همراهی کرد تو این یک بازی و توجه استعفایی که داده بود همراهی کرد، میتونست جریمه بشه و نره. حالا یه سری مثل قبلا داشتیم این تجربه رو که یه سری بازیکن‌ها پیشکسوتای خود باشگاه استقلال قبلا این کارو کردن، در موقعیت‌های حساس با تیمشون نرفتن. ولی جواد نکونام حداقل این همراهی رو داشته با تیمش. اینکه من مثمر ثمر نبوده خودش یه بحث دیگه است. حالا جواد خب طبیعتا استعفا داده بعد از دربی، موافقت نشده، این بازی هم رفته. و خب طبیعتا وقتی موافقت نمیشه، حرفه‌ایش هم اینه که یه بازی حالا چه بازیکن چه مربیش وقتی قرارداد داره باید به وظیفش عمل بکنه. ولی من فکر میکنم جواد میگم با توجه به بازی اول شاید میتونست مثلا با برد بازی با تیم السد میتونست یه ذره جو و لطیفتر بکنه، یه جورایی شرایط رو یه ذره آروم بکنه تا بتونه دوباره تیمو به اون شرایط ایدئال و اون خواسته هوادارا برسونه که حالا متاسفانه اینجوری رقم نخورد و حالا میگین که استعفا داد. باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ولی در مجموع من فکر میکنم میگم نظر شخصی خودم قبلا هم گفتم، بازم میگم، همیشه هم میگم، به نظر من توی این بره زمانی برای استقلال هیچ کسی مثل جواد نمیتونه کارو در بیاره. یعنی بتونه شاید این شرایط و منظورم از این شرایط تیمو در بیاره. دلیلش هم اینه که اگه بخوام برن الان بهترین مربی دنیا هم بیارن، احسان جان، اون مربی نه شناختی از فوتبال ایران داره نه بازیکن‌ها داره، نمیدونم اوضاع احوال. خیلی از این مربی‌ها بیان وقتی زمینای تمرین و زمینای بازی رو ببینن اصلا خود به خود هنگ میکنن دیگه، علی خون به آقا اگه مغزشون یه نمیرسه. بازی مربی مثل ساپینتو بیاد که قبلا سابقه حضور داشت الان بحثش هم ببین آقا مطرحه، اگه اون بیاد چی؟ ساپینتو هم خب اونجا شما یه تیم رو توی یه شرایطی خوب تو هفته دیگه با عملکردش و رفتارش به داستان خورد. بعد شما نگاه کنی الان شاید اولین گزینه‌هایی که مثلا مد نظر استقلالیا میاد، اولی استراماچونیه، بعدی ساپینتوه، بله، احسان جان. خب ببین بله. شما ببینید الان، ولی مثلا شما ببینید عملکرد این مربی ها رو از بعد از اینکه از استقلالم رفتن شما نگاه بکنید، الان هیچ کدومشون تیم ندارن، درسته؟ خب از تیمای قبلیشون هم اخراج شدن، قطع همکاری شده، حالا به هر دلیلی اخراج شدن، استعفا دادن اینا. استراماچونی که من تا اونجایی که اطلاع دارم آقا مدت طولانی تریه که تیم نداره، تا اونجایی که میگم
حافظم منم تو جا کمک که میکنه حافظم که یاری میکنه آره به فکر نشیدم تو میکنم تیم بعد از قرافه قطر فکر نمیکنم جایی قرار داد. بس حالا میگم آخرین تیمی که من تو ذهنم دارم از قرارداد یعنی کار کردن استرام و چونی با تیم القرافه قطر یادمه. حالا نمیدونم ولی اگه بعد از اونم جدید من اطلاعی ندارم. و چیزم که بعد از استقلال رفت قبرس، اونجا از اونجا هم اخراج شد ساپینتو. ولی من بله فکر میکنم که بهترین گزینه برای استقلال میتونه جواد باشه، به خاطر اینکه تیمو خودش بسته، بازیکنایی که آورده رو خودش بسته و در ادامه اگه این زمان و این فرصت رو بدن میتونه خودش رو برگردونه به اون کورس. و حالا جزء تیمایی که خودشونو همیشه جزء شانسای قهرمانی میدونن میتونن به کورس قهرمانی برگردونه. ولی خب میگم همیشه گفتم حالا صلاح کار خیش خسروان دارم و باشگاه استقلال و مدیریت باشگاه که میتونه تصمیم گیری بکنه. حالا این در اون حدیه که ما میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم احسان جان، دیگه بعد از اونش دیگه الله اعلم چه اتفاقاتی میفته. علی آقا مرسی. من یکی دو تا مورد دیگه مونده که درباره اینا میخوام صحبت کنیم با هم دیگه. حتی موارد زیاده ولی چون میخوایم حالا برنامه رو یه خورده خلاصه تر کنیم یه سری موارد رو میذاریم برای هفته های آینده. الان میخوام درباره ماجرای فوتسال، چون شما خودت از فوتسال اومدی توی فوتبال، میخوام درباره وحید شمسایی تیمش و اتفاقاتی که افتاد که اونجا فکر میکنم باز اتفاقاتی افتاد که اصلا در شأن فوتسال ما نبود. یعنی ما هیچ وقت یک همچین بازیایی رو نداشتیم و این شایعاتی که واسه تبانی و نمیدونم این داستانه که خودت هم شنیدی دیگه علی آقا. شما میخوام ببینم نظر چی کلا درباره عملکرد فوتسالمون و شایعاتی که شنیدی. احسان جان در رابطه با اون اول صحبتت که خودت از فوتسال اومدی، من از فوتسال نیومدم ولی یه جوری چون نیومده همه ما رو از ما زمان از اونجا بازی شما رو یادمونه. آره از زمان بازی جام رمضان و حالا فتح و استقلال بود، همه فکر میکنن که مثلا من مثلا اول مثلا سالونی باز بودم بعد اومدم توی فوتبال چمن، در صورتی که چنین چیزی نبود. ما اون موقع هم تو تیم فتح بودیم که داشتیم زیر گروه لیگ آزادگان بازی میکردیم. یعنی میشد مثلا لیگ آزادگان بود لیگ دسته یک، یعنی دسته یک بودیم اینا. همیشه هم مثلا تو اون 2 سالی هم که بودیم تا مراحل آخر میرفتیم ولی خب شانس رو نداشتیم، هیچ موقع هم صعود نکردیم به لیگ آزادگان. ولی خب تو اون بره زمانی مثلا جام رمضان اگه یادت باشه، دیگه نمیدونم الان هست اون بازی یا نه نمیدونم، ولی مثلا جام رمضان که میذاشتن خب ما سالونی هم همون بازیکن‌ها با رضای کمال، حالا یادی کنیم از بابک معصومی عزیز روح شاد باشه خدا روح بیامرز، شاد خیلی باشه. بازیکن‌ها داشتیم خیلی واقعا رضای علی مافی نژاد، اصغر قهرمانی گلر اون بود که سالا گلر تیم ملی فوتسال هم بودش. بعد خیلی ها بودن الان حضور چیز ندارم، حضور ذهن ندارم رو اسم بچه. حالا بس به اینجاش می‌خواستم اینو فقط یه تیکه اضافه بکنم در مورد فوتسال. خب میگم واقعا آدم این خبرهایی که میبینه حالا حذفش از جام جهانی که همیشه خب بالاخره تیم فوتسال ایران و ما جز 5-6 تا تیم اول برتر فوتسال جهان همیشه هستش توی رنکینگ و همیشه خب جز تیمای خوب به حساب میاد فوتسال ایران. حالا این اتفاقات افتاد، حالا اون تبانی که گفتی حالا بازی با فرانسه و اینا خب باید رسیدگی بهش بشه. کما اینکه فکر کنم مسئولین یه تیم نمیدونم اگه اشتباه نکنم تایلند بود کجا بود یه کشوری شکایت رسمی کرد نمیدونم، حالا بعد رسیدگی بشه و بعد ببینیم در ادامه چی میشه و بهتره بذاریم حالا هر موقع که اون رأیش صادر شد و مشخص شد چی بودش درباره‌اش صحبت بله بکنیم. درباره کیفیت ولی فنی بازی صحبت کنیم جام مثلا. بعد درباره کیفیت فنی بازی اصلا صحبت کنیم تا اون حالا بازی که بالاخره ببین مشخص. شما شاید هیچ کسی فکر نمی‌کرد که مثلا ایران همه کار کردش که برزیل نخوره، خورد به تیم مراکش که من تا حالا شاید اولین بار بودش که میشنیدم که مثلا مراکش توی چیز هستش. حالا میگم حالا یا دنبال نکرده بودم فوتسال یا اسمش به گوشم نخورده بود توی فوتسال. البته خب توی فوتبال میبینیم که میاد تا جزء 4 تا تیم دنیا میاد حالا توی چیز اینا.
ولی توی فوتسال تا حالا اسم مراکش به گوشم نخورد. حالا که دیدیم اون اتفاقات افتاد و حالا یه نتیجه عجیب غریبی هم رقم خورد. حالا بماند تیم ایران هم همه کار کرد، حتی تو بعد از بازی هم یه پنالتی هم داشت که میتونست بازی رو برگردونه، نشد دیگه. همیشه شانس با آدم یار نیستش، که کما اینکه یه جوی هم راه افتاد اگه یادتون باشه، این تیر پنالتی فوتسال رو وصلش کردم به جام ملت‌ها، توپ جهانبخشی که به تیر خورد، گفتن که تیر دروازه بلای جون فوتبال و فوتسال ما شده اینا. حالا کاری به این قضیه ندارم، ولی در مجموع از نظر فنیه که بعد خود مربیای تیم ملی کادر فنی درباره‌اش صحبت بکنم. ولی من میخوام مسئله رو برسونم به یه قسمت دیگه ای که واقعا افسوس میخورم به حال یه کسی مثل وحید شمسایی. بخوایم یا نخوایم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، وحید شمسایی بالاخره کسیه که تو فوتسال بالاخره یه نمادیه، یه آیکون، یه نمادیه توی فوتسال هست و همیشه این اسم خواهد موند. ولی خب متاسفانه اون رویه‌ای که در پیش گرفته بود، کما که دیدیم بعد از باخت خیلی هم خوشحال شدن فقط به خاطر اون رویه‌ای که در پیش گرفته بود و آخریش هم همون بودش، دیدار سید علی که دیدیم آقا چجوری گردن کج کردن. و من موندم یه کسی مثل وحید شمسایی که بالاخره فکر میکنم تا اونجایی که یادم باشه از نظر گل زده فوتسال هم فکر کنم نفر دوم باشه. احسان جان تا اون آخرین اطلاعی که من دارم، حالا این جدیدن نمیدونم کسی اومده رکوردش زده باشه، این خودش خب بالاخره اینم یه رکوردیه. قهرمانی‌های زیادی با تیم‌های باشگاهی، فکر کنم اولین لژیونر فوتسال ما بودش اگه اشتباه نکنم، بعد که به ایتالیا رفتش. ببین کسی واقعا من موندم یه چنین فردی چرا باید بیاد اعتبار ورزشی خودشو، احسان جان، برای نمیدونم برای چی اونا رو فدا بکنه. من تنها برداشتی که میتونم از این قضیه داشته باشم، یه جوری شده این کارا، این رویه‌ای که یه سری از ورزشکارا در پیش گرفتن، احسان جان، من فکر میکنم این کار برای بقای خودشونه تو اون پست و مقامی که دارن. حالا ایشون پستشون پست سرمربیگری تیم ملی فوتساله، خب حالا یا پس فردام راحت بتونه اگه تغییر و تحولی توی مدیریت یعنی سرمربیگری فوتسال رقم بخوره، فکر میکنم تیم باشگاهی خیلی راحت با این رویه‌ای که این در پیش گرفته و ذوب شده در ولایت میتونه قراردادهای خوبی ببنده با تیم‌های خوب که پولدار باشن، از نظر مالی خودش رو تامین بکنه. اینا کمان که توی اون مهمونی که اینا رفتن، شمسایی بود و علیرضا دبیر بود و اینا، یه کسی هم بودش احسان حدادی که بعد از این دیدار خیلی جالبه ایشون شدن رئیس فدراسیون دو میدانی، یادتونه؟ یعنی ببین این فضا این کمک رو به این افراد میکنه. تنها راهش میدونه آقا با زد و بند با نمیدونم هیئت استانی اون رشته، یا نمیدونم سرمربی تیم، بازیکنای تیم ملی اون رشته نمیتونن به جایی برسن. یه جورایی این قضیه که فقط توی یه دیداری حضور داشته باشن و خودشونو به اصطلاح اینا همشون نگاه بکنی. حالا البته من از بابت اینا باید بگم، حقو بگم که از نظر فساد مالی من چیزی از وحید شمسایی نشنیدم. احسان جان حالا تو اگه چیزی شنیدی به ما بگو که حالا مخاطبینون، ولی من اینو حالا بعد للهی بعد بگم اینو نشنیدم. ولی خیلی از اونا کلی فسادای مالی و اخلاقی داشتن، رفتن اونجا تونستن هم به اون چیزی که میخوام برسن اینا. یعنی یه جورایی ذوب شدن در ولایت یه برگ سبزیه که به اون خواسته اون طرف میرسونه اون شخص رو. بله میگم در مورد خیلی از اینا علی قارو، چون سوال کردی در مورد خیلی از اینا وحید شمسایی رو کاری ندارم، منظورم نیست یعنی، ولی خیلی از این افرادی که دارن سمت میگیرن تو اون دیدارها حضور داشتن و با خیلی از این نهادها
به اصطلاح دارن همکاری میکنن، مسائل بسیار سفت و سخت اخلاقی در موردشون مطرحه، از تجاوز گرفته تا سایر مسائلی که به شدت پیگیر بودن تا یه زمانی، ولی وقتی که خب طرف پیش علی خامنه ای میره احتمالاً یک صحبتایی از قبل شده، یک سری امتیازات داده شده، یک سری مسائل هم حذف شده مدارکش، یا خدایی نکرده اون آدم هایی که مورد ظلم واقع شدن از اون طرف یا مورد تجاوز واقع شدن یک بار دیگه هم ممکنه به شکل‌های مختلف دهنشون بسته شده باشه. این مسائل رو هم ما میدونیم، هم مخاطبین خیلی بهتر از ما میدونن بعضن. و علی آقا در مورد، برای اینکه میخوام این آخرین مبحث هم اگه برسیم یک کوتاه در موردش صحبت کنیم، شکایت پرسپولیس از بیرانوند رو ما پیگیری کردیم، چون قرار شد ول نکنیم و آدمای ول نکنی باشیم. شکایت پرسپولیس از بیرانوندم به نفع پرسپولیس صادر شد، ولی بازم هیچ خبری نمیشه. یعنی اصلا کلا تو یک برهه‌ای از زمانی هستیم که فقط تو یک زمینه ما داریم خبرهای خوب میشنویم و بقیه موارد خبر خاصی بیرون نمیاد. والا چی بگم دیگه، من نمیدونم. الان اگه اشتباه نکنم به این مرداد ما لیگمون شروع شده، درسته؟ مرداد، شهریور و الان مهر هستیم. حالا تقریبا یه چند روز دیگه میشه تقریبا 2 ماه از مسابقات لیگ شروع شده. و این شکایت هم جالبه که قبل از شروع لیگ اصلا استارتش خورده شد، کیسش راه افتاد. و جالبه این که میگم حالا با توجه به همون چیزی که خودت هم گفتی، حالا توی برنامه فوتبالی هم اومدن گفتن که رأی صادر شده و به نفع پرسپولیس هم هست، ولی نمیدونم چرا رسانه‌ای نمیشه و رسمی اعلام نمیشه، نمیدونم. من برداشتم اینه که این حکم صادر شده، حالا هر کسی که حق باش بوده که حالا کما به گفته مثلا میثاقی که تو برنامه فوتبالی گفتش اینا و فوتبال برتر، حکمم به پرسپولیس رسیده، یعنی حق با پرسپولیس بوده و حکمو به رأی و به نفع پرسپولیس دادم. ولی من فکر میکنم فدراسیون فوتبال به خاطر همون صحبتی که میگیم، یه آدمایی هستن که قشنگ با از تو چرخه فساد بودن و همینجوری گشتن و این چرخه فساده وارد فدراسیون شدن. من فکر میکنم، میگم در اولویت هم، حالا ما تو صحبت‌های قبل هم اگه یادت باشه گفتم تاج به خاطر اینکه همه این آدما رو داشته باشه این وسط دنبال اینه که یه جوری این قضیه رو ختم به خیر کنه، برای اینکه آقا به اصطلاح حالا کسی متضرر نشه، حالا هم باشگاه پرسپولیس، هم باشگاه تراکتورسازی، هم تیم ملی. چون محرومیت علیرضا بیرانوند خب بالاخره باعث میشه که تیم ملی هم دروازه‌بان شماره 1 رو از دست بده. برای همین من فکر میکنم اینو نگه داشتن تو کشوی جادویی. اگه یادت باشه احسان جان، کشوی جادویی مال محمد نبی بودش اینا. خب بله آره، محمد نبی بودش که کشوی جادویی داشتش که اگه یادت باشه یه حکمی از فیفا اومده بود اونو تو اون کشو گذاشت، نمیدونم برای استقلال بود یا پرسپولیس، فکر کنم برای پرسپولیس بود، کسر امتیاز اطلاع نداد، نمیدونم از یادم کمکم کن من، چون یادم حکم اومده بود ابلاغ نکرده بود، موندش اینا، بعد نتونستن کاری بکنن، نمیدونم کسر امتیاز و اتفاق افتاد. فکر کنم اگه اشتباه نکنم آره فکر کنم برای باشگاه پرسپولیس بود اگه اشتباه نکنم، نمیدونم یا الان حضور ذهن ندارم، چون برای خیلی قبل، نمیدونم زمانمون کسر امتیاز افشین قطبی بودش، زمان حبیب کاشانی، نمیدونم، ولی یادم چنین اتفاقی بودش. یعنی رأی و اعلام نکرده بود که اون باشگاه بره یه بالاخره یه فکری بکنه، یه مذاکره‌ای بکنه، بتونه حل بکنه. بگذاریم. ولی الان میبینیم که آقا هنوز اون رویه ادامه داره، یه سری حکما صادر میشه، نهایی هم میشه، ولی رسمی اعلام نمیشه. خب من فکر میکنم توی این قضیه تاج، فدراسیون تاج دنبال اینه که یه جوری همه رو یه جوری به یه سودی برسونه، چه باشگاه پرسپولیس، چه باشگاه
تراکتور سازی و در نهایت هم خب برمیگرده یه سرش هم ختم میشه به تیم ملی و دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی. ولی من حالا پیشنهادی که داشتم حالا به مدیر عامل پرسپولیس درویش اینه که به نظر من اگه این شرایط بخواد این روند ادامه پیدا بکنه، به نظر من باید به فیفا شکایت بکنه. چون شما میبینی همین چند روز پیش بود که احسان جان اگه دیده باشی یه خبری اومد که سر جریمه رد کردن سقف قرارداد سپاهان شکایت کرد و کس تونست رأی رو بگیره به نفع خودش و اون حکم رو به نفع خودش تموم بکنه توی اون دعوایی که با فدراسیون فوتبال داشت. و من فکر میکنم الان تنها راه درویش به عنوان مدیر عامل پرسپولیس اینه که از طریق فیفا پیگیر این قضیه باشه، چون اون موقع است که دیگه فدراسیون فوتبال هیچ کاری نمیتونه بکنه و اون موقع اگه این قضیه به فیفا برسه، چون یه طرف قضیه فدراسیون فوتباله به عنوان متولی فوتبال که باید به تمام این شکایت ها رسیدگی بکنه و حق و به حقدار بده، مطمئنا یه پوان منفی براش ثبت خواهد شد. و من فکر میکنم که بهترین روشه که یه ضرب العجلی مدیر عامل پرسپولیس به فدراسیون فوتبال بده و اگه رأی رو اعلام نکردن و حق باشگاه پرسپولیس رو ندادن، اون موقع از طریق فیفا اقدام بکنه و حق باشگاه پرسپولیس رو بگیره. من این چیزی که به ذهنم رسیده و امیدوارم که حالا این اتفاق بیفته و حق باشگاه پرسپولیس، حالا حق هر کسی هست، حالا با توجه به صحبتایی که شده حق رو دادن، حق رسیده به پرسپولیس. من میگم اگه حق علی بودش مطمئنا باید حق بهش میرسید و امیدوارم که حق به حقدار برسه. من این چیزی که به ذهنم رسید گفتم در ادامه این بحث شکایت پرسپولیس و بیرانوند درباره‌اش صحبت بکنیم. احسان جان من حرفم تموم شد. علی آقا ممنونم ازتون. من بگم باز منم دقیق یادم نیست این پرونده‌ای که داریم صحبتش می‌کنیم در کشوی جادویی مربوط به اون ارسال اسامی باشگاه استقلال بود یا ماجرا مربوط به پرسپولیس بود، نمیدونم شاید هم اون باشه. میگم الان ما یه چیزی هم بگم خوب یادآوری کردی احسان جان. آره خوب الانم که اینو گفتی شاید مثلا چیز شد، ولی اون فکر میکنم احسان جان اونو مدیر عامل استقلال نداده بود اسامی بازیکن‌ها. بله اسامی رو نفرستادن، گفتن فکس خرابه، فکس خراب بود اون موقع فکس میکردن یه دوره‌ای نمیدونم چیکار میکردن. خب خود اونو فکس تا اونجایی که من یادمه اسامی رو خود باشگاه‌ها فکس میکنن اینا. من فکر کنم اونه. حالا نمیدونم، حضور ذهن ندارم میگم مخاطبینمون ما دیگه من خودمو میگم سنم رفته بالا دیگه زیاد حضور ذهن ندارم اینا. نه من تو جوونیام هم همین بودم علی آقا، من خیلی ربطی به سن و سال نداره، از قدیم همین بوده، حافظم الان خیلی قضیه برای تقریبا بخوایم حساب بکنیم برای 14 15 سال پیش اگه اشتباه نکنم احسان جان. بله و میگم منم حضور ذهن ندارم. امیدوارم که حالا باید سرچ کنم، الان یه سرچ سر دستی کردم متوجه نشدم این قضیه که گفتی اسامی بازیکن استقلال نمیدونم زمان مدیر عامل رسول نژاد بود، نجف نژاد بود، نمیدونم یه چنین اسمی بود اون سال 85 بود، چون من اون سال اولین مطلب زندگیمو سر همین موضوع نوشتم، یه طنزی نوشته بودم. میدونم سال 85 بود، به خاطر حافظه‌ام نیست، فقط چون ورودم به مطبوعات با همون مطلب طنز بود میدونم که اون اتفاق سال 85 افتاد. ولی واقعا به لحاظ حافظه من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. تو بقیه زمینه‌ها هم همینا، یعنی فکر نکنید تو بقیه زمینه‌ها قوی ترم تو همه زمینه‌ها. حالا احسان جان حالا این مخاطبینمون که ما رو دارن ببینن حالا بالاخره بروزترن، بالاخره میرن سرچ میکنن. ما توان که نه، حالا دیگه اون حسال سرچ کردن و پیدا کردنشو نداریم، ولی اون دوستانی که حالا یادشونه قشنگ این دوتا قضیه‌ای که ما گفتیم، حالا اون کسر امتیاز پرسپولیس رو با این لیست چیز رو برای ما کامنت بکنن، بنویسن که ببینیم اطلاعات دوستان در چه حدیه. خب مطمئنا خیلی بیشتر از ماست، ما هم یه ذره در جریان قرار بگیریم، گذشته رو یه ریویو بکنیمش. ما خیلی سعی میکنیم که کامل و با آگاهی بیایم، ولی در از گاهی یه بحثایی مطرح میشه که میگم خیلی، یعنی شاید اغلب دوستان ورزشی نویس من
کاملا یادشونه، یعنی اتفاقاتی یادشونه که من شاید حتی در پسرم هم مثلا اینا یادم نیستش. یه اتفاقای فوتبالی عجیب و غریبی دارن بعضی از این بچهای خبرنگار. من متاسفانه جز اون اقلیت بدون حافظم که اومدیم برنامه میسازیم و امیدواریم که بخیر بگذره. سعی میکنم اون اطلاعاتی که میدونم میخوایم دربارش صحبت کنیم و معمولا گردآوری میکنم که اینجا مشکل نخورم، ولی بعضی از اطلاعاتی که یهو پیش میاد حافظم یاری نمیکنه. من حالا بحث کامنت و مخاطبین شد علی آقا بگم، من کامنت ها رو میخونم از گاهی بحثایی که مطرح میشه، کامنت هایی که میذارن. به شما توصیه کرده بودن که حتما واسه اون بک‌گراندتون تابلو بخرید دیگه، سعی کنید رسیدگی کنید دیگه. گفتید که زیادم بیرون نمیرید. یه بارم رفتم اون چیزی که میخواستم و پیدا نکردم اینا. او حقیقتا یه بارم رفتم 2-3 تا مغازم رفتم چیز کردم اینا، تا چون به خاطر اینکه خیلی سفیده دنبال یه تابلو دارک و تیره‌ای بودم که قشنگ این فضا چون با بالاخره سفیده اونم یه حالت تیره باشه، مشکی باشه که قشنگ با این فضا جور در بیاد، ولی اون چیزی که مد نظرم بود پیدا نکردم اینا، اون چیزی که دوست داشتم اینا. ولی حالا چشم، حالا اون چیزا رو پیدا کردیم. حالا می‌خواستم بدونن مخاطبا که ما کامنت ها رو میخونیم، حواسم هست میبینم هر پیشنهادی توصیه‌ای اگه دارن حتما شنوایی ما سعی میکنیم اگر دستمون بر بیاد انجام بدیم و امیدوارم که شما هم لذت ببرید. نقطه ضعف، قوت، هر چیزی که هست مطرح کنید، بتونیم نقطه قوت ها رو پررنگ‌تر کنیم و نقطه ضعف ها رو تا جایی که میتونیم کم رنگ کنیم و از بین ببریم اگر بشه، امکانش باشه. دمتون گرم که ما رو میبینید و میشنوید. علی آقا ممنونم که صحبتایی که کردید. امیدوارم که حالا مفید واقع بشه برای حالا باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، توصیه ها، پیشنهادها. دمتون گرم. خدا نگهدار. مخلصیم. خداحافظ.